سلام، من رحمت نوروزی هستم. ساخت یخچال می‌خوام درست کنم. من مدرسه علم و ادب 2 هستم. کلاس 5-1 خانم بزرگوار. آلومینیوم خروجی. اینم فنه. اینم علمان چیز میکنه سرد، مثلا روش آب میریزی یخ میکنه. اینو که روش میذاری، اینو در روش میذاری از رطوبت هوا جمع میکنه و اینجا میاد این یخ میکنه. وقتی اینو خاموش میکنی میاد ازش برقو میکشی، این آب ازش میگیره، بخاطر اون یخه آب میگیره. بعدش اینم آباشه، اینم چسب فروشه. بله، و این نقطه هایی که آبه داره اونجا بغلش رو سفید میشه، یخ میکنه، این سفیدا یخ میکنه. بعدش ما چجوری برق پیش میاد؟ با این کمک این باتری 12 ولت که میاد تو این. بعدش که اومد تو این شروع به فنش روشن میشه و از اینجا بادی گرم میده، از اینجا دیگه همه چیز خنک میشه. هرچی بگم و دیگه تمام. و یادم دماش 2 3 1 20% دما، رطوبت -2 دماه و ما این دیگه برای استفاده درست شده. برای چیزی که فاسد میخوام بشم میشه فاسد بشم، مثل دارو